هموطنان عزیز، همه شما را به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان تبریک گفته با هر یک خاندان وطن فیض و برکت و روزگاری آسوده آرزو می نمایم. رمضان که دارای ارزش‌های معنوی بزرگ می باشد، برای مردم مسلمان ماه مقدس به شمار می رود. این ماه انسان را به صبر و تحمل و پرهیزکاری دعوت کرده در طبیعت آدمان مهربانی و رحم و شفقت را نسبت به یکدیگر بیدار می سازد و آنها را غالب نفس و حامی روح می گرداند. یعنی ماه رمضان با پاک گردیدن باطن و قلب انسان مساعدت کرده او را از گفتار و رفتار زشت و نامطلوب دور می سازد. در این ایام که ماه مهر و محبت و رحم و شفقت می باشد، آدمان باید یکدیگر را احترام نمایند، از گناه همدیگر گذرند، به قدر پدر و مادر، کلانسالان، خویش و تبار و همسایه های خود رسند و فروتن و خاکسار باشند. در این ماه مبارک برابر بجا آوردن طاعت و عبادت و ظاهر نمودن مهربانی و صمیمیت، اجرای عملهای صالح از قبیل خیر و احسان و پرهیزگاری از جمله بهترین فضیلت‌های انسانی و ایمانی دانسته شده است. شخصان پرهیزگار و خیرخواه در ماه شریف رمضان کارهای ثواب را بیشتر انجام می‌دهند. به یتیمان و معیوبان، کمبضاعتان و درماندگان و محتاجان و مسافران دستی کمک و یارمندی دراز می‌کنند. آمیزش و پیوند استوار ارزش‌های ملی و دینی و فرهنگی ما را به عملهای خیر و ثواب، صرفه سرشتکاری، تربیت درستی نسل نورس و ترغیب علم و معرفت هدایت می‌کند. پیامبر اسلام در خطبه خود به مناسبت آغاز ماه شریف رمضان از شخصان ثروتمند و دارا دعوت کرده است. با فقیران و درماندگان کمک و یاری رسانید. با یتیمان بی‌پرستار مهربانی و غمخواری کنید و امید داشته باشید که بعد سر شما دیگران نیز با یتیمان شما مهربانی نمایند. رسول خدا در ادامه خطبه می فرماید: به نیازمندان صدقه دهید. در جواب بعضی از اصحاب پیامبر پرسیدند: همه ما قادر به دادن صدقه نیستیم. پیامبر در پاسخ فرمود: بگذار صدقه شما به اندازه نصف دانه خرما و یک جرعه آب باشد. طوری که می‌بینیم این حدیث مبارک جوهری بلند اخلاقی و اجتماعی دارد، زیرا در آن شخصان نیازمند مخصوص ذکر شده‌اند. یعنی صدقات در همه گونه شکل مخصوص طبقه های نیازمند می باشد و باید به آنها داده شود. در سوره توبه قرآن مجید نیز آمده است: جز این نیست که صدقه ها برای فقیران و بینوایان و آنان که دلهایشان الفت داده می شود و برای وامداران
و برای مسافران است و آن حکمی ثابت شده از نزد خدا است و خدا دانای درستکار است. از این آیت کریمه برای ما کاملا روشن می شود که تمام نمود خیر و احسان و دستگیری و کمک باید موافق تعیینات دینی و اجتماعی صرف کرده شوند، یعنی به نیازمندان داده شوند. انجام دادن عملهای نیک و پسندیده و به محتاجان دراز کردن دست سخاوت و همت نه به خاطر دریافت مرتبه، نام و اعتبار میان اهل جامعه، بلکه برای به دست آوردن رضای خداوند، خودداری کردن از ظاهر پرستی و اسرافکاری، آراستن معرکه های سرخرج و زیادتی والاترین ارزش ها در دین مبین اسلام به شمار می روند. هموطنان عزیز، وضع امروزه جهان و تا رفت دامن پهن نمودن بیماری خطرناک سرایتی یعنی وبا ما را وادار می سازد که به سلامتی خود دقت اولین درجه دهیم و نگذاریم که این بیماری خطرناک در میان جامعه ما پیدا شده سلامتی و حیات آدمان را در خطر گذارد. هرچند در کشور ما این بیماری به قید گرفته نشده است، اما این معنای آن را ندارد که ما غافل و بی‌پروا باشیم. امروز تمام جهان را این وبا به تشویش و نگرانی سخت گرفتار کرده است. حتی در کشورهای پیشرفته با وجود تدبیرهای زیادی عملی گردیده، شدت آن پست نگردیده ایستاده است. کارخانه‌های عظیم و پراقتدار در اکثر دولت‌های عالم از کار مانده اند و بحران شدید اقتصادی و مالیوی همه مملکت‌ها از جمله تاجیکستان ما را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایط و خصوصاً در این ماه مبارک ما را ضرور است که به قاعده‌های بهداشتی در خانه، محل زیست، جای کار و جایهای جمعیتی بیشتر دقت دهیم، برای حفظ سلامتی خودمان، اعضای خانواده و اهل جامعه تلاش ورزیم. به اندیشه متخصصان رعایت قطعی تدبیرهای بهداشتی و تازگی و آزادگی یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری این بیماری می باشد و این طلبات در سرچشمه‌های شریعت اسلام نیز بارها تاکید شده است. چنانچه پیغمبر اسلام در حدیث خود می فرماید: پاکیزگی نصف ایمان است. پیغمبر گرامی همچنین فرموده است: هنگامی که درباره پنهان گشتن بیماری سرایت کننده در سرزمین خبردار شدید، به آن سرزمین داخل نشوید. اما اگر در سرزمین باشید که در آنجا مرض سرایت کننده خروج کرده است، پس از آن سرزمین بیرون نروید. در جای دیگر به این معنی گفته است: انسان خود و دیگران را از خطرهای ناگهانی احتیاط نماید و از بیماری هایی که خصوصیت سرایتی دارند برحذر سازد. باور دارم که مردم تحملگرای ما این مشکلات را نیز با صبر و تمکین پس سر کرده به زحمت صافدلانه مشغول می شوند. هر یک وجب زمین را که
رزق و روزی اهل عائله و مردم است ثمرناک استفاده می نمایند و به خاطر فراوانی دسترخوان خویش سرجم و اهلانه زحمت میکشند. من اندیشه های خود را دایر به این مسئله ها در سخنرانی هایم در جلسه غیر نوبتی حکومت مملکت و اجلاس یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان روزهای 16 و 17 اپریل مفصل بیان داشتم. بنابراین ما باید موافق شرایط عمل کنیم و پیش از همه در فکر سلامتی خود و اهل خاندان باشیم. واضح و روشن است که طبق تعلیمات دین مبین اسلام سلامتی انسان و حفظ حیات آدمان از تمام فریضه های دیگر بالاتر است. این مسئله در سرچشمه های معتبر فقهی بارها و به تفصیل ذکر شده است. یعنی ما نباید دیده و دانسته در نتیجه ننوشیدن آب و نخوردن خوراک که خصوصاً به سلامتی کلانسالان ضرر دارد به جان خود جبر کنیم و به خودکشی دست زنیم. زیرا در نتیجه روزی دراز تشنه و گرسنه بودن مسئولیت بدن آدم پس شده آن را به قبول هر گونه بیماری های سرایتی آسیب پذیر می‌گرداند. اکثر فقیهان اسلامی مقرر کردند که به کشاورزان، چارواداران و شخصان مشغول با دیگر کسب و کارهای پرمشقت که گرسنگی یا تشنگی سخت به سلامتی آنها ضرر می‌رساند خوردن روزه اجازت است. یعنی شخصانی که آسایش جامعه از کسب و کار آنها وابسته می باشد و به عباره دیگر در خدمت مردم هستند می توانند در اساس سبوکی های ذکر شده روزه خود را به وقت دیگر گذارند. من از همه آنهایی که در صحرا کار می کنند و به استحصال نعمت‌های مادی مشغولند دعوت میکنم که به خاطر سلامتی خود و اهل خاندان رزق و روزی عائله‌شان و مردم مملکت اینچنین تامین کردن بازار استعمالی مملکت با مواد غذایی از این سبوکی استفاده کرده گرفتن روزه را به وقت مساعد دیگر مفقود گذارند. چون این آدمان نباید به رزق و روزی اعضای عائله‌شان ضامن شوند و سلامتی و حیات آنها را تحت خطر گذارند. زیرا ما اگر امروز کار نکنیم در تیرما و زمستان در پیش ایستاده روزگار هر یک عائله به سختی های زیاد دچار می شود. قحطی و قیمتی و نقص به وجود می آید. ما و شما نباید با امید دیگران شویم. چون که امروزها همه کشورهای عالم در فکر حل مشکلات خودشان هستند و کسی نمی داند که این حالت چقدر ادامه می یابد و در پیش ما را باز چه مشکلات دیگر انتظارند. در این ماه مبارک پیش از همه تمام خدمتچیان دولتی، وکیلان مردمی، رهبران ساختار و مقامات، تشکیلات و مؤسسه ها و صاحبکاران و تاجران را ضرور است که بیشتر از همه دست به کار خیر زنند
زیرا آنها امکان بهتری اجرای عملهای صالح را دارند. با در نظر داشت اینکه سال جاری یکی از وزن‌ترین سالها در حیات بشریت از جمله مردم ما در آغاز هزاره نو می باشد، من در جلسه حکومت تمام رهبران و مسئولان را دایر به 40% زیاد کردن میدان کشت کارتوشکا یعنی نان دویم و تا 60% افزایش دادن مساحت کشت تکراری غله‌دانگی ها از جمله جواری مکه، شالی، لوبیاگی ها و زراعت های دیگر وظیفه‌دار نمودم. در شرایط امروزه ما باید به هر یک عائله این مسئله را فهمانیم که هر یک وجب زمین از جمله قطعه های زمین نزد اولگی و زمین های پرزیدنتی برای استحصال مواد غذایی استفاده کرده شود. ما باید من بعد نیز اهلانه زحمت کشیم، به دولت و خلق تاجیکستان صادقانه خدمت کنیم، برای هموطنانمان جایهای کاری تأسیس دهیم و کارهای آبادانی را طبق نقشه تصدیق گردیده به استقبال جشن بزرگ ملیمان 30 سالگی استقلال دولتی بیش از پیش گسترش و وسعت دهیم. در خاتمه بار دیگر همه شما هموطنان عزیز را با فرارسی این ماه مبارک تبریک نموده به خاندان هر یک شما زندگی آرام و پرسعادت و به کشور عزیزمان صلح و ثبات، پیشرفت و آبادی و دستاوردهای روز افزون آرزو می نمایم. ماه شریف رمضان مبارک هموطنان عزیز. کانالی ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.